بندی موسیقی بلوچی الان می‌بینید الان هست کامل نیست و برای یه قطعه‌ای که می‌خوایم بلوچی بشنویم و اون صدایی که واقعا دیگه از هر لحاظ اوکیه و می‌تونیم به عنوان یک موسیقی بلوچی حساب کنیم باید همون کامل باشه دهلک، بنجو، سرود، نوازنده رباب، تنبوره و حالا اصطلاحاً بهش میگن ژام یا دایره زنگی همه اینها در کنار همدیگه میشه یک گروه بلوچی و اون صدایی که بله میشه انتظارش رو داشت شنید. اما ما بیشتر میخوایم که این موسیقی رو معرفی کنیم، ژانرهای مختلفش رو معرفی کنیم و گفتیم که یک شروع اجرا بکنیم و در طی اجرا توضیحاتی بدیم و برای کسایی که کمتر این موسیقی رو شنیده باشن با داستان‌های بلوچی با ژانرهای مختلف موسیقی بلوچی کمتر آشنا هستن. ولی یک چیز جلوتر میریم و اگر سوالی داشتیم میتونیم بپرسیم و اگر هم سوال نداشتیم که حالا ما خودمون توضیح میدیم حتما. این قطعه یه قطعه عاشقانه است و بعد میتونید همراهی بکنید. این ژانری که اجرا میکنید ژانر صوت هست اصطلاحاً بهش میگن موسیقی شادمانه. البته به این معنی نیست که همه قطعاتی که توی این ژانر اجرا میشه برای مراسم شادی باشه. داستان‌های عاشقانه رو روایت میکنه، داستان دلتنگی مادر به فرزندش و امکان داره که گام غمگینی هم باشه اما در نهایت توی ژانر صوت به حساب میاد و این ترجیح بند داره که حالا ما میکنیم شما میتونید بشنوید و اگر که احساس کردین میتونید همراهی بکنید حال کردین همراهی کنید.